درود بر حافظان محیط زیست. مورخه 8/6/1400 رأس ساعت 19:30 رودخانه میشوان به همراه دوست عزیزم آقای امین بازیاری و اشکان بازیاری. همینجور که مشاهده میکنید رودخانه در خوش شده و ماهی‌ها دارن تلف میشن. اومدیم که انشالله نجاتشون بدیم و داریم با بچه ها این ماهی‌ها رو میگیریم و انتقال بدیم پایین دست، جهت این که پایین دست آب هست و انشالله که بتونیم به این زبون بسته ها کمک کنیم. یه خورده آب بیریز روش تا آبش بیشتر بشه. خب بچه ها زودتر ببریمش که چون یه آب اکسیژنش کم و خورده آلوده شده اینا تلف نشن انشالله. سریع سطح رو برسونید پشت ماشین تا حرکت کنید.